از وامق قوسی هست، بنیانگذار و رئیس سازمان برایت یا برایت کمیونیتی ارگانایزیشن، سازمانی که در واقع طراح و مجری شب‌های رمضان، یعنی بازار شب‌های رمضان یا رمضان نایت مارکت در دندینانگ ویکتوریا و همچنان شهر کیسی هست. واقعیت امر اینه که در استرالیا ما برنامه این چنینی نداریم، خصوصا مردمانی که با پیشینه از جوامع ما از خاورمیانه و از آسیای میانه از کشورهای عربی و غیره که اینجا میآیند، اینا همچین تمایلی دارن که شب بیرونی داشته باشن، خصوصا در واقع در زمانهای چون ماه مبارک رمضان که شب زنده دار هستند، دوست دارن که در طول روز که روزه دارن در شب بتونن با خانواده خود یک ایام سفری بکنن. برنامه این چنینی میتونه این شرایط برای اینا تسهیل بکنه و مساعد بکنه که با خانواده خود دور هم جمع بشن و لحظات خوب و خوش را سپری بکنن. We're here at the Ramadan night market in Dandenong. This is the second year we've had it. Last year we had 9 days. Over 350,000 people attended. Tonight it's the 6th night of 16 nights here in Dandenong. It's on from Thursday to Sunday from 7 p.m. till midnight, and we've had the Prime Minister attend last week. Tonight we've had the Premier, and the organisers, Bright Community Organisation, said that they would love to have over 16 nights, 1 million people, and they're on target to achieve that. The communities come out, people from all over Victoria. It's not just people from Greater Dandenong, but it's also people from different faiths and cultures that have come out. We've got people from different nationalities, different religions coming and enjoying this night market here in Dandenong. Jim, how significant is this? The Premier said this is it's very, very important for people of Islamic faith, especially what's happening in the media lately, where some politicians said there is no good Muslims. All I can say to that person is, please come to the Ramadan night market in Dandenong and you'll see thousands of good Muslims. You should come down here, speak to the people. They're actually Aussies like everyone else. They have families, they have children, they work, they pay their taxes, and all they want is a peace-loving family. And that's what every Australian wants. Jim, congratulations, man, and thank you so much. I know you are one of the initiators of this project, and thank you so much for doing this. No, mate, I'm happy to support the Bright Community Organisation, do a fantastic job, and Council is very supportive, State Government is supportive, and the Federal Government supports the Bright Community Organisation. Thank you. Thank you. چی احساس کنید نسبت به دیدن از این مردم؟ بسیار لذت بخشه، بسیار در واقع خوشاینده وقتی میبینیم که خنده به لب‌های همه مردم از همه اقشار از همه گروه سنی هست. بسیار خوشاینده و این که ما احساس میکنیم که ما نقطه وصل و باعث و بانی این خوشی شدیم برای ما بسیار لذت بخشتر میشه. خب طبقی که شما شاهد هستین بازار بسیار بازار بزرگی است. امسال بعد از موفقیتی که پارسال داشت امسال تقریبا 3 برابر پارسال شده از نظر وسعت، از نظر زمان و از نظر ای که جمعیتی که شرکت کننده هستند. پارسال ما حدوداً در طی 9 شب ما 350,000 نفر 350,000 نفر ما داشتیم بازدید کننده داشتیم از بازار و امسال خب این جمعیت به مراتب بیشتره و شب‌هایی که برگزار میشه 16 شب در طول 4 هفته، یعنی هر هفته 4 شب میباشه که خب طبقی که شاهد هستین بسیار جمعیت گسترده هم شرکت کردن و به صورت بمپ ان بمپ اوت میگن به زبان انگلیسی که یعنی هر روز این بازاری‌ها میآین در واقع وسایل خود اینجا میگذارن و بعد از ختم بازار بعد از نیمه شب که برنامه تمام میشه 1-2 ساعت طول میکشه که تا دوباره بازار جمع بکنن و کسایی که میآین تمیزکاری میکنن و همه برنامه دوباره در واقع جمع میکنن وسایل و خیابانا رو پاک میکنن و دوباره شهر به اون قسمی که بود تحویل شهرداری میدن تا فردایش که فردای بعد از ظهر که برنامه دوباره شروع میشه. عالی. یک فیگر بگین چقدر مصرف میاد در شب اینجا؟ ببینین در واقع مبالغی که مصرف میشه در شب چیزی حدود $100,000 هزینه
زمینه برگزاری برنامه هست. از بخش خدمات کلینینگ یا پاکسازی و خدمات برقرسانی و خدمات در واقع ترافیک کنترل یا مدیریت جاده ای که خیابان بسته میکنن و بخش امنیت و حتی پلیس برای ما یک بیل روان کرده که در طول این 16 شب باید ما یک مبلغ بالغ بر $100,000 ما باید به اداره پلیس ویکتوریا برای گرفتن امنیت ما باید پرداخت بکنیم. عجب. یعنی پلیس هم از شما پول میگیره؟ بله. بسیار خوب. چقدر نفر شما اکسپکت میکنین که بیاید در طول این ماه رمضان؟ والله اگر یک حساب سرانگشتی بکنیم، پارسال ما در یک ویکند که داشتیم، یک آخر هفته با چند شب دیگه، ما 350,000 نفر ما بازدید کننده داشتیم. امسال چون تعداد شب‌ها 3 برابر شده، تعداد غرفه ها هم 3 برابر شده، انتظار میره چیزی حدود 1 میلیون بازدید کننده ما در این بازار داشته باشیم. که برنامه ما در واقع هرچند به نام مارکت شب‌های رمضان است، یک برنامه همگانی است که برای عموم بازه. درهای برنامه ما برای عموم بازه. شما وقتی مشاهده میکنین میبینین افراد مختلفی از اقشار مختلف جامعه، از مسلمان و غیر مسلمان و از اقوام مختلف، از افراد با پیشینه‌های فرهنگی مختلف شرکت میکنن و بسیار حس خودمانی دارن و یا حس بیلانگینگ یا تعلق دارن به این برنامه. خب مورد توجه دولت محلی، ایالتی و در واقع فدرال قرار گرفت. ما پارسال همچنان امسال مسئولین زیادی به برنامه ما شرکت کردند، چنانچه امسال طبقی که شما مستحضر هستین، نخست وزیر استرالیا جناب آقای البنیزی شرکت کردن به برنامه ما در شب اول برنامه ما و همچنان امشب ما خانم جسینتا آلن پریمیر ویکتوریا را با خود داشتیم با تعدادی از وزرای کابینی ایالت ویکتوریا. Since the dawn of time, spices have brought delicate and delicious flavors to our kitchens. And few spices are as rich and savory as saffron. If you want the best and most delicious family meals, then you need Slim Saffron. Slim Saffron boasts tremendous benefits. It's a powerful antioxidant which protects your cells and has been proven to help reduce appetite and treat the symptoms of depression. Not only that, but Slim Saffron is non-GMO, gluten-free and vegan. It has no additives or preservatives and has been ethically sourced, so it's good for your family and the earth. What are you waiting for? Experience the deep flavor and color of premium saffron. Give the gift that brings families together at an unbeatable price. Give Slim Saffron. Order now by going to www.slimsaffron.com.au. Slim Saffron, for the discerning palate.